ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام و تمنیات نیک خود را به همه مشترکین پروگرام خجسته و به تمام شنوندگان این محفل تقدیم می کنم. الحمدلله و کفا و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمین. صدق الله العظیم. دوستان گرامی، امروز این محفل بسیار با عزت و خجسته به خاطر یادبود از روز شهادت استاد مجاهد، استاد دعوتگر و استاد مصلح و دانشمند ما برگزار شده. خوش هستم که به ارتباط این استاد بزرگوار شهید صلح چند لحظه در خدمت شما باشم. دوستان گرامی، استاد ربانی شهید نه تنها که استاد درس ما بود، اونا استاد دعوت و استاد مبارزه من هم بود. و استاد ربانی شهید از روزی که به حیث امیر جمعیت اسلامی افغانستان تعیین شده بود، از همون لحظه تا روزی که بندی می شدن شرف معاونیتش را هم داشتم. ما با استاد شهید بسیار نزدیک زندگی کردیم و از نزدیک او را با تمام سجایا و خصوصیات فضیلش میشناختم. استاد شهید نه تنها که استاد عقیده و فلسفه بود، بلکه استاد ادب، استاد انسانیت، استاد تواضع، استاد برخورد نیک، استاد حوصله و استاد عمیق نگری بود. استاد شهید ما در پهلوی ازی که یک انسان بسیار حلیم و بردبار و متواضع بود، لکن در مواقع مهم و اساسی که به ارتباط سرنوشت ملت می بود، سرنوشت دعوت می بود و آینده افغانستان می بود، از این کرده آدم محکم و ثابت دیگه پیدا نمیشه. من یک قسمتش فعلا اشاره می کنم، دیگه دوستا شاید در مورد صحبتای زیاد بکنن. بعد از اینکه یک قسمت کار عمده‌شه که تاریخ در دل خود را ثبت کرده برایتان میگم، باز یک دو مطلب مختصر دیگر را به اجازه تان عرض میکنم. و شما بهتر معلوم است که وقتی که طالبا در دور اول آمدن کابل را تصرف کردن، استاد شهید دوسیه مشروعیت دولت را در کدام جای نمون نو طرف انداخت. او را در زیر بغل خود گرفته و تا 5 سال پوره که ما
در دوران مقاومت گاهی در یک ولایت و گاهی در دیگر ولایت، گاهی در کوه، گاهی در دشت و گاهی در شهر بودیم، در هیچ جای نگذاشت که دوسیه مشروعیت دولت از زیر بغلش گفت. بسیار فشارها سرش آمد، تطمیع، تهدید، تشویق، هر قدر که سر استاد کار کردن. استاد عزیز ما، استاد ثابت قدم و استوار ما نخواست که دوسیه مشروعیت دولت اسلامی افغانستان از زیر قولش بفته. اگر خدا نخواسته این دوسیه از پیشش مفتاد، ما مقاومتگرا از یک سر در جمع بغاوتگرا می رفتیم. اما الحمدلله اون دوسیه را که خودناک نگاه کرد و ما از اون روزی که از کابل برآمده بودیم تا وقتی که به کابل هم پس می گشتیم، ما از یک مشروعیت دفاع می کردیم و به حیث مدافعین حقیقی کشور عزیز خود در سنگرها قرار داشتیم. وقتی که پس به کابل برگشتیم، استاد شهید در مسمع و مرآی تمام عالم در تالار وزارت داخله دوسیه مشروعیت دولت اسلامی را به کسی که پشت سرش می‌آمد که جناب رئیس کرزی بود، به او پیش روی همه مردم تسلیم می‌کرد و این یک امتیاز و ویژگی بسیار خاصی است که استاد شهید در دل تاریخ به نام خود و به نام همسنگران خود ثبت کرده. خداوند جلت عظمته از تمام کارکردهای جهادش، دعوتش، مبارزش و سیاست مداریش که البته در طول سیاست مداری خود بسیار با مشکلات هم روبرو شد، خصوصا در دوران ریاست جمهوریش که تلخترین روزهای زندگیش همون بود. تمام این چیزها را متحمل شد تا با آخر راه را اطلاع نکرد، در راه خدا استوار روان بود. خداوند بهشت برین را نصیبش کنه، خداوند جنت نعیم را نصیبش کنه. من در این مورد بیشتر صحبت نمی کنم، دوستای دیگه هستن از سجاها و خجستگی ها و ویژگی هایشان یادآور خواهد شدن. در اینجا من با دو مطلب مختصر دیگه اشاره می کنم. و ایست که به شما معلوم است که استاد شهید در نتیجه یک عمل انتحاری و خودکش به شهادت رسیده و چنانچه قهرمان ملی افغانستان هم و دهها مرد تاریخی و بزرگوار کشور ما توسط عملیات انتحاری و هزارها هموطن ما توسط عملیات انتحاری به شهادت رسیدند. در این مورد حال یک تصرف نو کردند و اینمی عمل انتحاری را بعد از اینکه فهمیدند و عاجز آمدن از اینکه دفاع کنند از عمل انتحاری و عاجز آمدن از اینکه از عمل خودکش دفاع کنند و ما چند سال پیش برای از اینا چالش داده بودیم که کسی که میگه عمل انتحاری جایز است، از لحاظ شریعت رواست، بیاین که ما رو بروی استدلال بکنند. دی 5-6 سال کسی حاضر نشد. حال یک ترفند دیگر رفتند و نام ازیر تغییر دادند به عوض انتحاری و خودکش نامش استشهادی ماندن. و این رو شما میفهمین، ما میفهمیم که حرام خدا را و حرامی که رسول خدا او را حرام ساخته، هیچ کس با تغییر نام او را حلال ساخته نمیتونه. اگر شراب را در بوتل
پیپسی و در بوتل کوکاکولا و در بوتل های دیگه هم پرتیم شراب است، با تغییر زرخ، با تغییر نام حلال شده نمیتونه. اگر رشوت را در پاکت های تحفه یا هدیه یا امثال از او به کس بدیم، او رشوت است، با تغییر نام و با تغییر ظرف حلال شدن نمیتونه. و در این مورد من براتون میگم که این چالی را که نو رفتن که عملیات انتحاری و خودکش را نامش عملیات استشهادی ماندن. این هم یک کار نارواست، به چشم مردم خاک زدن است. کلمه استشهاد در قرآن کریم از باب استفعال دو جای آمده. یکی در سوره بقره به معنی شاهد گرفتن و دیگه در سوره نساء به معنی شاهد آوردن آمده. دیگه در هیچ جای قرآن کریم، در هیچ یکی از احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در هیچ یک از مذاهب اسلامی و در هیچ کتاب از کتب اسلامی و در هیچ یک از اقوال ائمه و مجتهدین دین، چی در متقدمین، چی در متأخرین، چی در سلف، چی در خلف، یک جا هم پیدا کرده نمیتونیم که در اوجا عملی انتحاری را یا خودکش را استشهادی نامیده باشند. این فقط به چشم مردم خاک زدن است. به این نمیتونن که براعت بتن عملیات خود را و این جنایت هایی که در حق مردم افغانستان کردن. و نتیجه از این چی شده دوستا؟ نتیجه از این می شده که حال کل مسلمان ها متاسفانه در چشم مردم دنیا به نام تروریست معرفی شدن و افغان ها خود بالکل به نام تروریست معرفی شدن. یک مسلمان اگر در یک میدان هوایی کشور غیر اسلامی پنهان میشه، 5 بار تلاشی میشه که باش مواد منفجره کتش نباشه و کدام چیزی را در بغل خود بسته نکرده باشه. اما افغان اگر پنهان میشه 10 بار تلاشی میشه که این اتهام نادرست و ناروا را در مورد امت و در مورد ملت شریف افغانستان از درک از نمیا ایده به ملت شریف ما به این متهم شده و امت شریف ما و نجیب ما به این متهم شده. دیگه بسیار واضح براتون بگویم که حالی اگر اینا عملیات استشهادی، عملیات انتحاری و خودکش را به نام استشهادی معرفی میکنند، از یک طرف یک تهمت به اسلام است، یک تهمت به شریعت است و از طرف دیگر یک نامبدی به اسلام و یک نامبدی به ملت مسلمان افغانستان است که این را باید متوجه باشیم و آگاه باشیم. گپ دیگه ما دوستا که بیرون بسیار مختصر و در این مورد مناسب دانستم کمیست که وقتش که برایتان بگویم با وجود دیازی که تکلیف هم دارم زیاد نمیتونم گپ بزنم. امو کسایی که تعلیم دخترها را فرض نمیدانند و تعلیم دخترها را ناروا میدانند، ما از اونا در پیش روی شما و به اجازه شما یک سوال میکنم. از اونا میپرسم که آیا نماز خواندن سر دخترها فرض است یا نیست؟ آیا روزه گرفتن سر دخترها و زنها فرض است یا نیست؟ آیا زکات دادن و حج رفتن سر اینا فرض است یا نیست؟ هست. و این کلی ما میفهمیم که نماز سر مرد و زن فرض است، روزه سر مرد و زن فرض است، حج سر مرد و زن که شرایطش برابر شد فرض است. خب در اینجا باید از خود بپرسیم که آیا کسی بدون از این که نماز را بفهمه قیام، قرائت، رکوع، سجده، واجب،
سنت مستحبش را بفهمه نماز خوانده میتونه؟ آیا کسی که روزه را هم نفهمه که شکننده و روزه چیست، چه وقت گرفته میشه، چه وقت افطار میشه و حکم روزه چیست، آیا روزه گرفته میتونه؟ یا کسی که حج میره ارکان و احکام حج نفهمه آیا حج کرده میتونه؟ این کلی ما میفهمیم که نه، که نمیتونه. یک کس که قصد نماز خواندن داره باید نماز را یاد بگیره باز نماز بخونه. کسی که قصد روزه گرفتن را داره باید روزه را یاد بگیره باز روزه بگیره. اینمی یاد گرفتن نماز، اینمی یاد گرفتن روزه، یاد گرفتن حج، اینمی علمش یا کدام چیز دیگه است؟ اینمی دانش است یا کدام چیز دیگه؟ و در شریعت قاعده است، در اینجا علما شاید چشته باشه در این مجلس و صدای ما شاید بشنوه، ممکن دانش صاحب هم ششته باشه، محقق صاحب هم است، مولوی صاحبای دیگه هم است، معنوی صاحب هم است، قانونی صاحب و دیگه دوستایی که در شریعت معلومات دارن. یک قاعده اصولی است که او قاعده اصولی میگه ما لا یتم الواجب الا به فهو واجب. آنچه که واجب و فرض بدون از او انجام پذیرفته نمیتواند امو چیز هم فرض است. حالی ما نماز بی وضو خوانده نمیتونیم، چون بی وضو خوانده نمیتونیم وضو هم فرض است. این حالی که ما نماز را بی فهمیدن نماز، بی یاد گرفتن نماز، بی یاد گرفتن فرایض و سنن و آدابش خوانده نمیتونیم، پس یاد گرفتن نماز هم فرض است، یاد گرفتن روزه هم فرض است، یاد گرفتن حقوق پدر و مادر، یاد گرفتن حقوق بشریت، یاد گرفتن نصاب‌های زکات، یاد گرفتن ارکان حج، همه چیزها برای ادا کردن فرایض فرض است. چرا بدون از اینا ما فرض را ادا کردن نمیتونیم. پس کسایی که دعوا دارند که علم سر دخترها فرض نیست، از شریعت بیخبر هستند، دانش ندارند، در عمق شریعت وارد نشدند. امی آغوش مادر که اولین مدرسه یک طفل است، اولین مدرسه آینده سازان ملک است، اگر در این مدرسه دانش نباشه، مادرش دانش نداشته باشه، خواهرش دانش نداشته باشه، مادرکنانش دانش نداشته باشه، اینا دی مدرسه ابتدایی که مهد اولی دانش است، این از کی یاد بگیرن؟ دیگه به خاطر خدا شریعت را باید کسی نامبد نسازه. تعلیم دخترها، تعلیم زنها فرض است، ضروری است، لازمی است، اما این که چی قسم شرایط، ظروف و مناسبت از او مساعد ساخته شود، این در هر زمان و هر وقت مسئولیت کسایی است که در جامعه عهدهدار این کار هستند. اونا باید این ظروف را مساعد بسازند، شرایط را مساعد بسازند، محیط آبرومند و با عزت را برایشان مساعد بسازند. این مطالب را به این خاطر درد سر دادم برایتان که از یک طرف ضرور میدانستم سری از این بحث بسیار روان بود، ما وارد از این بحث نشده بودم. کسی میگفت فرض است، کسی میگفت نیست، این یک چیز بدیهی است. من این را دهقانی و عوامی یاد کردم که تمام عوام مردم ملت ما بفهمند که یک فرض است، یک واجب است، یک لازم است. و دیگه استاد محترم ما یک مدرس بود، یک معلم بود، یک استاد بود. و مناسبت از اون خواستم که اینمی پیام را از اینمی مجلس محترم به هموطنای خود و به تمام مسلمانای جهان برسانم. و دیگه ایران اعلان کنم که اسلام هم از انتحاری براعت داره، ملت شریف افغانستان هم از انتحاری براعت داره. این یک برچسب ناروا و خطا و نادرست است که به پیشانی
امت ما و پیشانی ملت ما زده شده. خداوند ملت و امت ما را از این اتهامات نگاه کنه و خداوند راه بیرون رفت را برای امت ما و برای ملت ما از این مشکلات باز کنه و خداوند سرفرازی دنیا و آخرت را نصیب همه ما و شما بکنه و استاد شهید ما را. و در اینجا یاد میکنم که مؤسس نهضت اسلامی افغانستان استاد نیازی شهید و تمام شهدای دوران جهاد، شهدای دوران مبارزه، شهدای دوران مقاومت، شهدای دوران دفاع از افغانستان، تمامشان خداوند هر که رحمت بکنه، خداوند او دنیایشان خوب بکنه و خداوند باشیم برای ما و شما توفیق بده که در راهی که اونا رفته بودن ثابت قدم بمانیم و تزلزل به ما پیش نشه و خداوند آرمان‌های مایک جناب استاد بزرگوار قطع شد. دردهای ما شما را دوا کنه و دعاهای ما را اجابت کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسیار عفو میخواهم که لکنت زبان ما سم اجازه نداد که اما مطالب درست‌تر برایتان تقدیم میکردم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.